مجموعه داستان الکی خوشها نوشته خسرو شاهانی. الکی خوشها. از خدا پنهان نیست، از شما هم پنهان نباشه. خیلی دلم میخواست و هنوزم دلم میخواد میلیونر بشم. پول اونقدر که بتونم چرخ زندگیم رو بچرخونم دارم و در بیارم. خدا رو شکر محتاج کسی هم نیستم. ولی میگن زندگی میلیونرها و زندگی کردن مثل اونها کیف و لذتی داره که زندگی آدمهای گنجشک روزی نداره. برای رسیدن به این مقصودم خیلی فکر کردم و خیلی نقشه کشیدم که همش به بنبست خورد، تا اینکه دست روزگار منو با آقای تمبر دوست که با 2-3 سال تفاوت سن با هم همدندان بودیم آشنا کرد و وقتی پی به درد من برد و راز عدم موفقیتم رو برای رسیدن به مقصود فهمید، گفت یه روز به خونه من بیا تا راه و چاره کار رو پیش پات بذارم و منم قبول کردم و یه روز بعد از ظهر به خونش رفتم. بعد از برگزاری تعارفات مقدماتی صحبت رو کشون به مباحث فلسفی و پند و اندرز دادن و اینکه صبر تلخ است ولیکن بر شیرین دارد و اضافه کرد پولدار شدن 1000 راه داره که 999 راه اون غیر مشروع هست و یه راه شرعی حلال داره، اونم همون راهیه که من یعنی آقای تمبر دوست پیدا کردم. و بعد رفت از اتاق دیگه در حدود 10-12 جلد آلبوم تمبر آورد و ضمن ورق زدن آلبوم های تمبرش که من تا اون روز ندیده بودم و نشنیده بودم گفت منم مثل تو همیشه آرزوی پولدار شدن و میلیونر شدن رو در سر می پروراندم، با این تفاوت که من از اون فوان شباب و جوانی به این فکر افتادم و تو یعنی بنده خیلی دیر در سن 50 سالگی به فکر افتادی. مزالک جلو ضرر رو از هر جا که بگیری نفع هست. هنوز هم دیر نشده و تو هم میتونی مثل من و با صرف چند سال عمر به پای من برسی و میلیونر بشی. نگاهی به در و دیوار و اتاق و زیرانداز آقای تمبر دوست انداختم. دیدم چیزی از من سر نداره و ظاهراً زندگیش در همون حول و حوش و حدود زندگی دنیایی و مادی من هست، ولی چون مسئله میلیونر شدن من در بین بود و طرف حاضر شده بود تجربیات چندین و چند سالش رو در این راه به رایگان در اختیار من بذاره، دندان روی جگر گذاشتم و حرفی نزدم و نگفتم تو که این همه چریدی پس گودنبت. فقط با جنباندن سر حرفها و گفته‌هاش رو تصدیق می‌کردم. آقای تمبر دوست ادامه داد که تو یعنی من اگر چند ماه و چند سال وقت صرف کنی و حوصله به خرج بدی و از هر سری تمبری که وزارت پست و تلگراف به مناسبت‌های مختلف منتشر میکنه بخری و در آلبوم‌های مخصوص تمبرت بچسبونی، ظرف مدت کوتاهی میلیونر میشی و دیگه احتیاج به کار کردن و زحمت کشیدن و قلم زدن در این مجله و اون روزنامه و فلان نشریه و ماهنامه رو نداری. و برای ارشاد و راهنمایی من چند نمونه از تمبرهاش رو نشان داد و گفت مثلا این تمبر به مناسبت روز کندن در قلعه خیبر منتشر شده که در اون روز آقای وزیر امور پخت و پز موفق شدن 2 تخم مرغ به تنهایی آب پز کنند. من ساده دل زود باور به خیالم آقای تمبر دوست میخواد بگه که در اون روز آقای وزیر امور پخت و پز موفق شدن
تخم 2 زرده بذارن و این تمر به همون مناسبت منتشر شده. چون حرفی برای زدن نداشتم سکوت کردم و به عکس روی تمر خیره شدم. تمرهایی هست که من گاه گداری پشت پاکت های پستی دوستانم میبینم یا خودم پشت پاکت میچسبونم. خیلی با احتیاط، طوری که به آقای تمر دوست بر نخوره، گفتم معذرت میخوام، فرق این تمری که شما با این دقت و وسواس در آلبوم گران قیمتتون چسبوندین با تمری که من پشت پاکت حاوی نامه‌های دوستان میچسبونم و در صندوق پست میندازم چیه؟ خیلی مطمئن جواب داد برای اینکه این سری تمر کنگره داره. گفتم اون تمریم که من پشت پاکت میچسبونم و گوشش نوشته 2 ریال عین همین تمر شما کنگره داره. سری فیلسوفانه که من معنیش رو نفهمیدم جنباند و گفت بله درسته، اما از میان این حسن تا اون حسن فرقها باشد به قدر 100 رسن. این تمری که من دارم نباید کنگره داشته باشه ولی میبینین که کنگره داره، ولی تمری که شما پشت پاکت میچسبونید باید کنگره داشته باشه که اتفاقاً کنگره هم داره. حقیقت امر چیزی از توضیحات آقای تمردوست دستگیرم نشد و حمل بر نادانی خودم کردم و تمر دیگری رو در صفحه بعد نشونش دادم و گفتم چرا زیر این تمر 4 ریالی نوشته اید 4000 ریال، یعنی 400 تومن؟ لبخند رضایتی 2 ردیف دندانهای زرد و سیاه شدهش رو نمایان ساخت و گفت اولا این تمر به مناسبت روز جهانی بهداشت منتشر شده و این همان روزیه که جهان پزشکی موفق شد اولین گام رو در راه عمل باد فتح برداره و به طوری که در 2 عکس روی تمر میبینی یکی مردی رو قبل از عمل باد فتح نشون میده، دومی رو بعد از عمل. دوم اینکه این تمر کنگره نداره و 4 طرف تمر صافه. گفتم من از همین تمرها و با همین 2 عکس آدمهای باد فتحی قبل از عمل و بعد از عملش رو 100 مرتبه روی پاکت سفارشی چسبوندم و خودم از مغازه خرازی سر گذرمون که ضمناً تمر پست هم میفروشه از قرار دانه 4 ریال خریدم. چطور میگید تمر بی کنگره و صاف شما 4000 ریال میارزه و اون تمری که من از خرازی خریدم و میخرم 4 ریال؟ دوباره یکی دیگه از همون سرها جنباند و گفت اشتباه تو همینجاست. این تمر من که کنگره نداره در اصل باید کنگره داشته باشه و نداره، ولی تمر بی کنگره‌ای که شما میخرید و پشت پاکت دوستانتون میچسبونید در اصل باید بی کنگره و صاف باشه که همونطورم هست. یعنی چه؟ این آقای تمر دوست بچه گیر آورده؟ غریب گیر آورده؟ 2 تا تمر هست بی کنگره، هر 2 هم به مناسبت یه روز تاریخی یعنی روز عمل اولین باد فتح جهانی منتشر شده. عکس‌ها و رنگ‌ها هم که یکی هست. چطور میشه که یه تمر 4 ریال قیمت داشته باشه و عین همون تمر در آلبوم آقای تمردوست 4000 ریال بیارزه؟ مونده بودم متحیر و سرگردان، ولی چون مسئله مهمتری در پیش بود و من میبایست هر طور هست راز و رمز میلیونر شدن و میلیونر زندگی کردن رو بدونم، باز دندان روی جگر گذاشتم و حرفی نزدم و خودم رو قانع کردم که حق با آقای تمردوست هست و من نمیفهمم. یه تمر دیگه که قیمتش 10,000 تومان بود و به مناسبت پریدن دوشیزه بادپیما قهرمان پرش تیم 2 بانوان و دوشیزگان از یک جوی آب 2 متری منتشر شده بود نشونم داد. نگاه کردم و دیدم این تمر حدود 1 ماه هست منتشر شده
و یادم هست که حتی خودم در مراسم پریدن دوشیز بادپیما از روی جوی آب شرکت کرده بودم و کلی براش کف زده بودم و تشویقش کرده بودم و تمری که الان در جریان هست نمیتونه قیمتی باشه. ولی آقای تمبر معتقد بود که از این سری تمر فقط 2 وجود داره، یکی در صندوق نسوز امانات اداره پست، یکی هم در آلبوم تمر ایشان نگهداری میشه. 2 تمر دیگه هم نشونم داد که مربوط به 7 قلو زاییدن یک بانوی ایرانی بود بعد از مصرف کردن قرص‌های ضد حاملگی که یکی از این تمرها 7 کنگره داشت، دیگری 8 کنگره، که تمری که 7 کنگره‌ای بود بنفش بود و تمر 8 کنگره‌ای سبز رنگ بود و آقای تمردوست معتقد بود اگر رنگ تمر 8 کنگره‌ای به جای اینکه سبز باشه بنفش بود و 7 دندانه داشت و تمر 7 کنگره‌ای رنگش بنفش نبود و سبز بود و 8 کنگره داشت، قیمت نداشت که بهای هر کدام از این تمرها در آن صورت معادل بود با 7 سال خراج هند در زمان تسلط انگلیس ها بر آن کشور. هرچه رفتم بگم آقای تمردوست الان هم که تحصیل حاصل است ترسیدم اوقاتش تلخ بشه و رمز و راز راه میلیونر شدن را نشونم نده. تمر دیگر نشونم داد که چند نفر تریاکی دور منقلی نشسته بودن و سیر انفس و آفاق میکردن که به مناسبت روز جهانی مبارزه با تریاک و مواد مخدر منتشر شده بود و آقای تمردوست این تمر رو سر و ته یعنی وارونه روی صفحه آلبومش چسبانده بود، به طوری که آتش‌های منقل داشت از درون منقل میریخت و آقای تمردوست با تأسف میگفت اگر این تمر رو وارونه و سر و ته چاپ نکرده بودن نقد 1,000,000 تومان میارزید. اما حیف که تمر رو مسئولین امن در اثر سهلنگاری و بی‌توجهی وارونه و سر و ته چاپ کردن و از قیمت واقعی اون کاستند. تمر دیگر در آلبومش بود که 2 ضلع سمت راست تمر افقی و عمودی کنگره نداشت و 2 ضلع دیگر صاف بود. تمر دیگری داشت که 2 ضلعش بی کنگره بود و 2 ضلع دیگرش کنگره دار و آقای تمردوست اصرار عجیبی داشت به من بقبولانه که اگر 2 ضلع کنگره دار بی کنگره بود و 2 ضلع بی کنگره کنگره دار قیمتش با جواهر کوه نور برابر بود. یه تمر دیگه هم داشت که 3 طرفش کنگره داشت، یه طرفش صاف و بی کنگره و عیناً تمر دیگری با همون رنگ و همون تصویر مقابلش چسبونده بود که یه طرف تمر صاف و بی کنگره بود و 3 طرف دیگرش کنگره دار و اختلاف قیمت این 2 تمر در آن روز حدود 24 ریال می شد. ولی خود آقای تمردوست می گفت بعد از 150 سال دیگه به 24,000 تومن هم می رسه. خدا را چه دیدی؟ شاید هم درست می گفت. از همه جالبتر تمری بود که مناسبتش یادم نیست به خاطر چه مسئله مهمی منتشر کرده بودن، ولی قیمت واقعی و ارزش حقیقی اون برای من وقتی معلوم شد که آقای تمردوست ذره‌بین مخصوص تمرشناسیش رو آورد و من در زیر ذره‌بین متوجه اهمیت قضیه شدم. 3 طرف این تمر صاف و بدون کنگره بود و فقط یه طرفش کنگره داشت که وقتی من دندانه های ضلع کنگره دار رو به دستور آقای تمردوست به وسیله ذره‌بین در زیر ذره‌بین شمردم 16 تا بود و آقای تمردوست با حسرت میگفت اگر تمر سری بعدی با همین مشخصات منتشر بشه که یکی از تمرهاش 16 کنگره و نصفی داشته باشه قیمت این تمر 200 سال دیگه به 1000 برابر قیمت فعلیش میرسه. من که قیمت روز تمرها دستم نبود ولی دیدم گوشش نوشته بها 5 دینار یعنی 1/20 1 قران.
راستی یادم رفت بگم که بعضی از سری های مثلا 4 تایی یا 5 تایی یا 7 تایی تمرهای یادگاری آقای تمردوست کسری داشت، یعنی از یک سری تمر که مربوط به روز یادبود کرم خوردگی اولین دندان انسانهای غارنشین بود، یک عددش کم بود. و وقتی من از آقای تمردوست علت کسری آن سری از تمرهاش رو سوال کردم، گفت مخصوصا اداره پست و اداره ناشر تمرهای یادگاری یک عدد از این تمرها رو یا کمتر چاپ میکنه یا اصلا چاپ نمیکنه که کلکسیون ما کلکسیونرهای میلیونر ناقص بمونه و اهمیت بیشتری پیدا کنه. و اگر یکی از ما کلکسیونرها موفق بشه اون یک عدد تمر چاپ نشده رو پیدا کنه و به دست بیاره، قیمت کلکسیون و آلبوم های تمرش سر به میلیاردها تومان میزنه. صحبت ما حدود 3-4 ساعت طول کشید و کرک انداخت و درباره قیمت انواع و اقسام و شأن و نزول و علت انتشار هر یک از تمرها صحبت کردیم و چون دیر وقت شده بود من اجازه مرخصی گرفتم. وقتی میخواستم از خدمت آقای تمردوست مرخص بشم و برم و مژده میلیونر شدنم رو به اهل منزل بدم، دم در آقای تمردوست خیلی خودمانی پرسید ببینم پول همراه داری؟ پرسیدم چقدر؟ گفت حدود 500 تومن. اول برج تقدیم میکنم. با اینکه به من مربوط نبود از یه میلیونر بپرسم این 500 تومن رو برای چی میخوای، دلم طاقت نیاورد و پرسیدم. جواب داد پریروز یه سری تمر به مناسبت اولین روز تأسیس دارالمجانین در دنیا منتشر شده که اگر من تا فردا صبح ساعت 11 این سری تمر رو تهیه نکنم آلبوم تمرم ناقص میشه و از ارزش میفته. خودم رو جمع و جور کردم و گفتم والا 500 تومان که در حال حاضر در جیب ندارم، ولی اگر با 40-50 تومان کارتون راه میفته تقدیم میکنم. فکری کرد و کمی با انگشت سبابه‌اش پس کلش رو خاروند و گفت عیبی نداره، باشه همون 50 تومن رو بده، بقیهش طلبم.